قشنگ مرتب سوراخ کنیم این که ده فریبا جان طبیعی روغن نفت هر چی بکشش بنزین او هر چی طبیعی از ظرف خالی کنی با یک فشار دم و بازدم خودش قشنگ از بشکه بزرگ به بشکه کوچیک از باک مثلا باک موتورسیکلت به ظرف انتقال می‌یابد. ممنون و سپاسگزارم. این اندازه داخل رفتنشه. قشنگ وسایل دروستنی ضایعات نیا کن. 2 تا آب معدنی که نوشابه میخوریم، یه والف موتورسیکلت میذاریم تایی. برای چی؟ برای مکش. خب ولی این هم نمیخواد، لازم هم نیست. یه شلنگ پلاستیکی، یه تکی شلنگ پلاستیکی میندازم سر این نیا کن که بیرون نیاد، مثل چسب استفاده میکنه. میبندیم به سر این بطری دیگه که از باک ماشین میخوای بنزین بکشی، راحت ترین راه صفر میکنم قشنگ اینجاش دست میگیرم. خب این هم میذارم توی باک ماشین، بسا باک ماشین ماه. خب بعد یه نیا کن دم بازم میدم اونجا، میبینی غلغلی میزنه بالا، این غلغلی بعد ولش میکنم. بیا به این راحتی، بیا هر جا که باشه بیا راحت. سوخت میخوای، بنزین میخوای، نفت میخوای، هر چی میخوای از بشکی خالی کنی ده با دهنت. نمیخوای بزنی که آدم معصوم بشه، بنزین بره تو ریا آدم خراب بشه. بیا قشنگ خالی میشه، قشنگ مرتب تا تهش هم آب میکشه. بعد میخوای مثلا زیاد شد میتونی نیا کن با این والف دمش بگیری